سلام به دوستان خوبم. امیدوارم که هر جا هستید شاد باشید. من امروز میخوام درباره یه چیزی که خیلی مهمه با شما صحبت کنم. این دستگاهی که یونیابه یا به قول بچه‌های خودمون بوغبوغیا یه ایرادی داره. این دستگاه ها به اشتباه چند چیزو همپایه گاز طلا، یون طلا اشتباهی میگیرن. یکیش اینه که زمانی که سمت درختای قدیمی میرید، این دستگاه ریشه درختی که خیلی قدیمی باشه رو به عنوان یون طلا اشتباهی میگیره. به خاطر همین بچه‌ها میرن حفاری میکنن، میبینن اینجا چیزی نیست به جز یه مش ریشه قدیمی. دستگاه یونیابا ایرادشون اینه که چند چیزو اشتباهی میگیره. یکیش همین ریشه درخت. حالا بریم یه کلیپ قشنگ ببینیم که در ادامه من بیام بقیه اون چیزایی که این دستگاه اشتباه میگیره رو من برای شما توضیح میدم. ممنون که هستید. امیدوارم که از این کلیپ لذت برده باشید. در ادامه من میخوام براتون توضیح بدم که چجوری با دستگاه یونیاب کار کنید که به اشتباه نیافتید. قبل از اینکه به منطقه‌ای که برای دستگاه زدن میخواید برید، باید خودتون تمرینتون انقدر زیاد باشه که هر چیزی که بوق زد شما نگید طلا. باید انقدر با دستگاه خودتون تمرین کنید تا اون صداها رو برای خودتون بشناسید که الکی حفاری نکنید. امیدوارم که لذت برده باشید.